ملت عصر 21 را، دولت امروزه تاجیکستان را پیش بریم. بله، کارهای خوبی انجام شده است که کادرهای جوان و زمانه‌ای را وارد حکومت میکنند، ولی یک دو کادر جوان در احاطه این نفران کرخت بیروکراتی که اکثریت مسئولین دولتی را تشکیل میکنند، آنها جرأت تشبثکاری ندارند، آنها نمیتوانند اندیشه‌های خود را عملی کنند. پرزیدنت نیاز به یک کمانده نو، به جوانان دارای اندیشه تازه، فهمیش زمانوی دولتداری و ملتداری نیاز دارد. مطمئنیم که پرزیدنت این پیشنهاد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بلافاصله بعد از انتخابات مورد عمل قرار خواهد گرفت و ما در پهلوی کسانی خواهیم بود که جسارت دارند، جرأت دارند و این مسئله را رهبری خواهند کرد. نکته دیگری که اینجا میخواستم تأکید کنم اون است که ما برادران و خواهران عزیز یک کمی به تاریخ زدگی راه دادیم در این مرحله های گذشته. ملت ما امروز نیاز به آینده دارد، نگاه دور به آینده، ولی ما یک کمی تاریخ زدگی را بیشتر بالاتر بردیم و امروز توان ملت، ذهن ملت تقریبا دوخته شده است به تاریخ. بله، تاریخ برای هر ملت ضرور است، باید مورد افتخار باشد، باید که آموخته شود، حفظ شود، ولی نباید که ملت در زیر بار گران تاریخ ماند. تاریخ برای آینده سازی ضرورت دارد. ما با دولت سامانیان میفخریم، واقعا جای فخر است، این یک دولت تمدن آفر بود، ولی در برابر فخر با دولت سامانیان از تاجیکستان امروزه قشاق و فقیر در خجالتیم. ما با کوروش کبیر میفخریم که اولین اعلامیه حقوق بشر را به جهانیان هدیه کرده بود، ولی از آن در خجالتیم که نبیرگان کوروش کبیر امروز در عصر 21 50% حقوق شهروندان کوروش کبیر را ندارند. ما در حالت قرار داریم که فخر با خجالت پهلوی هم هستند. اگر ما میخواهیم که آینده ها امروز ما را با فخر یاد کنند، باید به مثل کوروش کبیر باشیم، باید به مثل سامانی ها باشیم. من میترسم که آینده های ما باز هم کوروش کبیر و سامانی را، باز هم ابن سینا و ابو حنیفه را مورد فخر خود قرار خواهند داد و در همونجا می ایستند. دیگر مایه افتخار در این شب و روز، در این عصرها ما برایشان نمیدیم، چون تاجیک امروزه را متاسفانه با بازار چرکیز میشناسند، با مواد نشه‌آور میشناسند. تاجیک امروزه را با گزارش‌های بعضاً مغرضانه و بعضاً حقیقت سازمان‌های بین المللی میشناسند. بنابراین خواهش ما هست، پیشنهاد دوم ما از مقامات دولتی این است که یک توازن درست را بین تاریخ و آینده به وجود بیارند. تاجیک اگر 30% ذهنش در مانده تاریخ باشد، حداقل باید 30%ش درباره امروز فکر کند، 30% دیگر درباره آیندهش. ما نباید تمام ذهن مردم را، ملت را در اندیشه تاریخ مونیم. ما برای برآمدن از این راه یک چند پیشنهاد مختصر و مشخص هم داریم که انشاءالله در صفحه های مطبوعات به شکل دیگر دست شما خواهد رسید، ولی مهمترینش در بخش سیاسی این است که همچنان که گفته شد هر چیز سریعتر باید که اصلاحات کادری و ساختاری انجام داده شود، تکیه به جوانان کرده شود، کادرهای آینده را نه از روی عامل‌هایی که تا امروز بود، بلکه از روی عامل توانمندی، از روی عامل حرفه‌ای، کارشناسی، نه از روی محل، نه از روی حزبیت و نه از روی نژاد و زبان انتخاب کرده شد. من مطمئنم که اگر ما این عامل‌ها را مورد نظر قرار دهیم، حتما در بین ملت ما ده‌ها، صدها و شاید هزارها کادرهای مناسب پیدا خواهند شد که دیگر پرزیدنت باید گفت که دیگر کادر نیست. کادرها در هر یک دهه تاجیک وجود دارد،
در هر یک ناحیه وجود دارد. فقط آنها را درست‌تر باید شناخت، نه از نگاه حزبی، نه از نگاه محل، بلکه با نگاه وسیع‌تر، با نگاه ملی و با نگاه دولت سازی. پیشنهاد دوم ما این است که هر چه زودتر بعد از انتخابات تقسیم درستی شاخه‌های حاکمیت رو یا قدرت رو بین شاخه‌های حاکمیت باید به راه ماند. متاسفانه امروز قدرت اکثرا در دست یک شاخه حاکمیت، شاخه اجرایه جمع شده است. پارلمان، سود در نزد مردم، در نزد جامعه اعتبار خود را دارد، روز به روز از دست می‌دهد. ما باید که مقام و جایگاه هم پارلمان و هم مقام سودی را بالاتر بریم. شما امروز ببینید که مطبوعات ما مالامال از مراجعت و نامه‌های گشاد به پرزیدنت است. برای چی؟ برای چی مردم به پارلمان مراجعت نمی‌کنند؟ برای چی مردم به سود مراجعت نمی‌کنند؟ برای اینکه اعتماد تنها و تنها به پرزیدنت مونده است، به شاخه اجرایی حاکمیت. و این نه تنها باعث کاهش آبرو و جایگاه دو شاخه حاکمیت می‌شود، بلکه دولت و دولتداری خود را زیر سوال می‌بریم. پیشنهاد دیگری ما این است که توجه بیشتر به آزادی‌ها و به حقوق‌های فطری و اصلی مردم کرده شود. تنها انسانی آزاد و مستقل می‌تواند شهروند یک کشوری آزاد و مستقل باشد. اگر شهروند خودش آزاد و مستقل نباشد، چگونه وی برای یک دولت مستقل و آزاد تلاش می‌کند؟ بله، ما پیشروی‌ها داریم، ولی هنوز هم این ملت سرسپرده، واقعاً ملت ما در طول تاریخش از همه دیگر ملت‌ها بیشتر برای آزادی و عدالت زحمت کشیده است. ما شهر و همواری‌ها را از دست دادیم فقط به خاطر آنکه آزاد باشیم. کوچیدن مردم تاجیک تاریخاً از وادی‌ها به کوهستان به خاطر اون 4 سنگ نبود، به خاطر آن بود که آزادی و مستقلیت خیش را حفظ کند. ولی اگر در بالای سنگ هم باشد و این آزادی و استقلالیت را از دست داده باشد، پس اون کوچیدن ها و اون هجرت ها هیچ نتیجه نداده است. این ملت سزاوار آن است که واقعا حقوق و آزادیش احترام کرده شود و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مرحله بعدی به این قسمت مسائل دقت جدی خواهد داد. و اخیراً نکته‌ای که می‌خواستم تاکید کنم در مسائل سیاسی، این مناسبت به انتخابات هاست. ما اگر باوری مردم و اعتماد مردم را به انتخابات ها همچون یگانه وسیله قانونی شرکت در حیات کشور از دست دهیم، مطمئن باشد که با دستان خود هدیه بزرگ به افراطگرایان، به کسانی کرده ایم که اصلا دموکراسی را همچون مکانیزمی یگانه و قانونی برای رسیدن به قدرت باور ندارند. اکثری مردم و نیروهای هستند در تاجیکستان و در منطقه که دموکراسی را همچون یک بازیچه می‌دانند در دست نخبگان برای تمدید قدرت و برای استفاده ثروت‌های ملت. اعتماد به دموکراسی و به انتخابات روز تا روز در آسیای مرکزی از دست رفته ایستاده است. برای چی مردم در افغانستان تا به امروز سلاح را از دست نمی‌گذارد؟ برای آنکه باور ندارد که اگر سلاح را گذاشت مورد تعقیب و فشار و ظلم و استبداد از طرف مقامات دولتی قرار نمیگیرد. ما اگر واقعا میخواهیم که مردم فراموش کند انقلاب و مبارزه های مسلح را، باید که باوری مردم را به انتخابات همچون یگانه مکانیزمی رسیدن به قدرت و شرکت در حاکمیت بیدار کنیم. و این انتخابات قریب الوقوع واقعا هم امتحان است که آیا کشور ما آماده است که انتخابات های درست را طبق وعده پرزیدنت برگزار کند یا نه. این نکته را هم باید تاکید کنم که پرزیدنت جسارت کردند که این وعده را دادن 4 مرتبه یا 5 مرتبه. این واقعا جسارت بود، ولی خیلی ریسک هم کردند. ریسک در آن است که همگی 2 ماه بعد نتیجه این وعده آشکار می شود. مهلت زیاد نخواهد گذشت. وعده ای که انجامش 2 سال و 3 سال و 4 سال است شاید در ذهن مردم نمیماند، فراموش می شود. معمولا خاطره مردم کوتاه است. ولی وعده ای که برای 1 ماه و 2 ماه و 3 ماه داده می شود
در اینجا